و یشترط لصحة البیع شروط. برای صحیح شدن خرید و فروش یک چند شرط ها هست برادران. منها ما یشترط فی العاقدین و منها ما یشترط فی المعقود علیه. بعضی آن شرط ها متعلق به عاقدین است. عاقدین دو عاقد، عقد بندنده، یعنی خریدار و فروشنده متعلق است. و منها ما یشترط فی المعقود علیه. بعضی آن شرط ها متعلق به معقود علیه است، یعنی خودی خرید و فروش و چیزی که فروخته میشد و خریده میشد، اون شرط ها با آنها متعلق است. بعضیش به خود خریدار و فروشنده. اذا فقد منها شرط لم يصح البيع. اگر یکی از این شرط ها گم شود، همین شرط ها یافت نشود، لم يصح البيع، خرید و فروش صحیح نیست. فیشترط فی العاقدین. چی شرط ها واجب است در عاقدین، در خریدار و فروشنده، عقد کننده ها، در دو عقد کننده ها چی شرط ها حتمی هست؟ اولا التراضی منهما. شرط یکم راضیگی دو طرف، یعنی خریدارم راضی شده مبلغش را دهد، فروشنده هم راضی شده مبلغ را دهد. اگر بدون راضیگی باشد و خرید و فروش حساب نیست. یا آدمی زور آمد یا یک ظالمی بدبخت آمد و مالتون خواهی گفت نرخش 1000 سوم است، نخواهی به پول میگیرم گفت و 1000 سوم پرتافت و ماشینتون گرفت رفت، 10,000 است ماشینتون. این عقد نادرست است. فلا يصح البيع اذا كان احدهما مكرها بغیر حق. عقد صحیح نیست، عقد خرید و فروش نادرست است اگر یکی آنها، یعنی خریدار یا فروشنده، مکره ناحق باشه. مکره یعنی مجبور کرده شده در فروختن یا در خریدن. بغیر حق گفتن یعنی ناحق مجبور. اگر ناحق مجبور کرده خریده شود، یعنی که ظالم میبید و ناحق مالتون میگیرد به نرخ ارزان، این خرید و فروش حساب. لیکن با حق باشد چی؟ مجبوران کشیده گیرد یا مجبوران فروشاند مالتون را، لیکن اون حق در جانب اوست. در این حالت عقد درست است. کی حق در جانب اوست میشد؟ اصل این شرط در قرآن آمده است. لقوله تعالی الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. مگر آن تجارتایی که از راضیگی دو طرف اجرا شد بین شما. یعنی که وقتی که شما میفروشید یک چیزی را به یک مبلغ معین، راضی شده فروشید و خریدار هم راضی شده خرید و در حال پول به دست شما تیاد، شما هم مال را در دستش دید، در این حالت نوشتن و عقد و عهد و پیمان جای شرط نیست، چون که این مالی خرید و فروش نسیه نیست، نقد است و عن تراضین، از دو طرف راضیگی هست، یعنی که ناراضی سودا کردن ممکن نه. و قال نبی صلی الله علیه و سلم انما البیع عن تراضین. خرید و فروش حقیقی آنه که از بریزای طرفین شده باشد گفتند. رواه ابن حبان و ابن ماجه و غیرهم. این حدیث هم ابن حبان در صحیحش و ابن ماجه در سننش و غیر اینها روایت کرده. فان کان الاکراه بحق صح البیع. مصنف گفتن که اگر اکراه یعنی مجبوری به حق باشد، در این حالت خرید و فروش درست است. کما لو اکرهه الحاکم علی بیع ما له لوفاء دینه. کدام وقت یعنی حق می شود؟ مجبوری به حق، مانند اینکه حاکم یا قاضی مجبور کند یک آدم برای فروختن مالش برای ادای قرضش. مثلا یک آدم 500,000 دلار قرضدار است از مردم، خانهش 1 میلیون دلار است، عین حال پولی نقد ندارد، فقط بیچاره قرضدارها را کی پول شود میدهم گفته عذاب میدهد، لیکن خودش در یک قصر زندگی دارد. بعد اونا شکایت کردن به قاضی و به حاکم. در این حالت قاضی مجبورا خانه‌شو میفروشد، خانه‌شو فروشد، بگذار رفته به 500,000 دلاری باقی ماندهش یا به 200,000 دلارش خانه عادی‌تر خرید و قرض مردم دهد. آخر او فروختن نمیخواهد خانه‌شو، میگوید که من این خانه را مهنت‌های حلال کردم، عذاب کشیدم، دیزاینرهای زور آوردم، استادهای ماهر آوردم، این خانه بسیار تابع دل من است، فروختن نمیخواهم. گویدم مجبورا قاضی میفروشاند یا حاکم میفروشاند برای ادای قرضش. این عقد درست است اگرچه مکره است، مجبور کرده شده. که مجبور کرده شده به حق است، یعنی در راه حق است. فهمیدید؟ فین هذا اکراه به حق. این اکراهی به حق است گفتن. یعنی اینجا مجبور کرده فروخته شده است، یعنی در اینجا فروشنده مجبورا فروخته است، نه از راضیگی خودش، لیکن یعنی که آدمی که او را مجبور کرده است حق در جانب اوست. بنابراین خرید و فروششون درست است.